سلام، خوش اومدید به کانال خودتون. من مانیم، اینم تاهاست. امروز اومدیم به چالش این که تاها هر چقدر لاغر شه و من هر چقدر هر چقدر چاق شه و من هر چقدر لاغر شم. تا بعد هر چقدر بیشتر وزن اضافه کنه و من هر چقدر کمتر. هر کدوم بیشتر تفاوت احساس کنیم اون جایزه میبره. بریم. خب بریم اول تاها رو وزن کنیم ببینیم چند کیلو. بسته چند؟ واسه 53. خب الان من ببینیم مامانی فرمایی 84 و 4 84 و 5 فرق کنه چند بسته 84 4 یا 5 طبیعیه 4 یا 5 یکیش انتخاب کن 4 هم خب ببینیم 24 ساعت این بر وزن اضافه کنیم و وزن هر بیشتر متفاوت باشه مثلا این 53 بود بشه 52 من بشم 84 4 این من چون که هیچ زیادتر کردم منم اگه کمتر کنم بعد جایزه 100,000 خب آقا جان از حساب خودم اگه من بنده میشم میزم بینیم کسی بریم. خب ما برگشتیم رفتیم از خونه ما یه بار دیگه کارت شهربازی برداشتیم که بریم شهربازی فیلم بگیم مثلا خیلی سرد هوا خیلی داریم یخ میزنیم بچه بریم چکشه سالم باشه چکشه بریم چکشه بریم داخل بچه ها من هم دارم فیلم میگیرم هم دارم بازی میکنم این انصاف نیستش آها بابا دارم فیلم میگیرم نمیشه بازی کرد اینو فقط به عشق شما حال کردی اصلا به عشق شما زدم آها ببین اینم به عشق شما نشد آها کار نمی‌کنه مثل اینکه آن دومیشم بزن او رکوردو کم مونده بزن خب بزن سود باش وقتش نمیده 6777 من 5900 مامانی برد از یک شم میده نه نمیده تمام شد دوران خب من 6777 میام 5900 میگیرم منظورم کمه داشتم حال که زمانت نمیشه یه جوری زدم خب دو بار یکی رفت اونور یکی هم افتاد اینجا چوبش میگم توپش خب پس بریم یه چی دیگه هم بریم خب بریم پیداش بریم بسکتبال اینو بگید آره بریم اینو بریم یا بسکتبال بریم کدوم بریم چند 23 کدوم بریم اونو بریم اینو اون مال بچه هست حله بریم بگین نه بچه دو تا مونده بود رکورد بشن رکورد سال 50 148 بودیم خب فقط دو تا مونده الان میریم یه بار دیگه بازی میکنیم یه چیزی دیگه بازی میکنیم این بار یه رکورد رو آره برمیگردیم یه بار دیگه بازی میکنیم احتمالاً بریم یکی دیگه ببینیم 1 2 3 آجی محکم اصلا کار نمیکنه فکر کنم الان بزن واسه تموم شه بعد وایسا خب این نوبت تاست حاجی من بعد نبودم راند سوم بده من بزنم حاجی من 40 زدم خب بزن اوه بده من راند سوم بزنم اوه 50 تا از من بیشتر این درست کار نمیکنه درست حاجی رکورد اینو زدیم و بلد نبودیم بلد نمیدونیم رکوردشو زدیم
و مامانی دارن موتور سواری میکنن و Let's start. اونو بچه ها بازی شروع شد. ببینیم که مانی جان چیکار میکنه. الان شروع میشه. Let's start. یه کمرم در حالا شروع 3 2 1 حالا مانی جان دوباره پا شدش و بازم بجی بریم تا یکم دیلی داره بازی. حاجی چطوری تک شخص زدی؟ تیکه پاره شد. تیکه پاره تر از اون. بازم تیکه پاره شدی. حاجی من تو 1 دقیقه و 9 ثانیه تمام کردم بازی رام دیگو. ببینیم تا چقدر میشه. حاجی تو هی من نفر 12 بودم شدی 15. یعنی کسی که کمتر از توه ها باید بمیره. خب 1 و 7 خب ولی من رفتم میشه. حاجی دارم از بیابی میمیرم. من نمیخوام آب بخورم که وزنم زیاد شه. حاجی تاها یه جی استایل زده انگار داره میره موتور مشی گرفته داره میره برونه با حاجی الان این ماشین داره. ها این دندش خرابه نگفتم بهتون. تا زود باش. نمی تو رو نمون منطق. آفرین یکم بیشتر به چرخونش. آفرین تک چرخ بزن رد شو ازش. تک نفر 16 میشه 12 بودم و بازم مون حاجی عالی بود. اصلا نمیچرخه. تا بیایم یکی دیگه بریم. چطور بود؟ چه حسی داری؟ اصلا نمیچرخیده. آره نمیشه دیلی داشت دیگه. آره بریم یکی بعدی. دنده مکس بکش. چه هیجانش زیاده اصلا باید گاز بدیم. اصلا دندش کار نمیکنه. چی رفت؟ یه با باک خورده بود اومدم درست کردم. تاها یعنی ماشین برونی ها نصف کشم میمیرم. خدا یعنی کسی که به تو گواهی نامه بده تا 150 برو بگش هم چه حسی داری؟ حس خاصی نداره.
خب تا ببین اینو برمی‌داریم چرا؟ اینو برداریم تا اینو بر نمی‌داره چی؟ تنظیمه بیا کدوم برداریم؟ کدوم دیگه برداریم؟ اینو بردار این بر نمی‌داره ببین خب ببر وسط یکی رو برمی‌داره خدا بزرگه 3, 2, 1. اوه کم تا بگیرش تا این زرده رو بگیر آها وایسا بگیرش تا بگیرش تا اوه بیا برش دار بچه ها رکورد اینم زدیم تنهای رکوردهای کل دنیا رو جابجا کردیم به آها بچه ها بازم شانسمون رو امتحان میکنیم میخوایم اینو برداریم تا فکر نکنم بردارم میشه بیاریم جتلاب داره بیار چی؟ نه تحتشه فکر نکنم بشه بر نمیداره نه سبز رو برداره درسته؟ سبز رو بگین نه بیا اینو بذاره جاتون نشد تا برو یه بار رفتیم نفرستم خب تا اینو میتونیم برداریم تا بیا این ور نه زیاد رفتی خب الان خیلی اومدی اینجا بیا آها بیا انجا ببین تا آخرشه تا بزن تا پول داری بازم بره تا یه بار دیگه تا این بار نشه ببین این بار بیا آها این کم نه زیاد بردی زیاد برد تا میره تا برشه بردار تا بردار بچه این حاجی داداشمون قرار بود یه 100,000 بده و یه 200,000 من دادم براش جالبه نه خیلی منطقیه بس پولش اگه میدم میده بله 100 توی که شکی نیست ولی خواب شاید من و شما نداریم دیگه سوالت کنم توی این کلا 200 تومن یعنی 130,000 بود کلا خرج کرد داداش من کلا 200,000 یه دونه عروسک خرج کردیم واسه این چرا خرج کردی؟ واسه این 30,000 ولی هی رفتیم شارژ کردیم 70 دو بارشو گرفتیم 78,000 خرج کردیم واسه این یه دونه این از بیرون گرفتیم 20,000 بریم آج قبل اینکه از استادیوم بریم بیرون یه بار وزن کنیم هنوز هیچ کاری نکردیم و بازی کردیم چند؟ 53 فیکس آره بینا من برم من یه بانشم خب منو اسماعیل چه اسمی؟ هر دومون با هم نزن من چند بودم؟ 84 بودم 84 داداش شما لاغر شدی تمام بریم بیرون سلام بچه ها من دیروز که اومدم سرما خوردم دیروز نمیستم نرفتم مدرسه اومدم پایین ورزش کنم که وزن کم مونده تا 24 بشه وقف نگات تو انعکاس زندان تو چشات باد زد تو پنجره ها یه جمع بزرگ انسان تو چشات حرکت که با خیزش خشم یه تظاهرات امکان تو چشات ارتش سرما عشق تو کش مرد کردستان تو چشات تا طلوع صبح بعد به اعتراف تابی که خون خورشید و ریختن غروب قبل از زمین زرد شد نهال یخ ولی تو خاکو میخواستی واسه کشت آزادی واسه فریاد برهنه مادر تو روی درای فولادی مین خشممون ترکی چکی توی سر یه جمع تو انفرادی ما فریاد زدیم خفگی مرز آزادی زندگی تنگی زن رو زمستون و تنه درخت بود ننوشتیم خفگی بس رو تو کف آسفالتی که داده با سنگ آغوش آوازه با جنگ با بوسه عشق تولد جنین آزادی تو قنداق تفنگ
بازاره با چنگ سر گوشتای تیک که تو سفره برا زنده. سلام بچه‌ها، دوباره سلام. چون گل نقدم ورزش کنم. بچه‌ها واسه این ساعت رو نشونتون بدم. ساعت میفته. اینم میفته یا نه؟ خب ساعت 4:46 دقیقه است و تاها جوابم نمیده. 5 سالش تمام میشه، تاها جواب نمیده. آقا اسماعیل تو چه نظری داری؟ آقا اسماعیل هم خودش اینجا. آره حاجی اینو تاها در بود و داد بهم مرسی گرم. بریم ببینیم حاجی اگه طول بشه من میمیرم. الان بگه فردا خودم سرما خوردم، نمیخواستم با هم بریم، میخواستم اون بره در بیاد بعدش من برم که اون سرما نخورم. ببینیم چی میشه. من دارم شروع میکنم ادیتش بزنم اون فیلمایی که دیروز گرفتیم. سلام، امروز دومین روز یعنی من 48 ساعت تو دارم چی نمیخورم. ببینیم شکل یعنی دیروز رو نایدم دیروز بازم باشه میشه بگیر 89 83 الان نه. خب برو و که بگی 59 تو لاغرتر شدی. الان گرفتیم آقا 53 بودی. 53 بودی. یه بار دیگه هم برو. خب من بردم و پولو بهت نمیدم. آره پولو بهت نمیدم. خب ممنون که تا جای ویدیو رو همراه من بودین. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.